соли 2020 барои тамоми мардуми сайёра соли фоҷиавор ва хатарноке буд. аз оғози соли 2020 то ин дам шахсиятҳои зиёде моро тарк кард. ҳунармандони саршиносу некунон, ҳунармандоне ки номи ҳар яки он дар саҳифаи таърих бо ҳарфҳои зарин сабт мешавад. ҳунармандоне ки барои фарҳангу санъати тоҷик хизматҳои зиёде карданд. марги нобаҳангоми ҳунарманди мардумии тоҷикистон, ҳунарманди хушсимои театр ва синамои тоҷик Назирмади Мусо дар синни 69 солагӣ қалби ҳазорон мухлисашро хуншор кард. خداجان از اینجا ایستادن ما یگان چیز عوض نمیشود. بهترش که با خونه بریم. انشالله همش خوب بشه. رحمت خداجان کلین در خونه تنها. خدا خواهد روزی جوابش حتما میآییم. راه دراز با کجا می روید؟ می ایستادید در همینجا؟ نظیرمدی موسی هنرمندی محبوب و سرشناسی تئاتر و سینمای تاجیک، صاحب 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر بود. بدون هیچ بیماری بعد از انجام کار در استودیوی دوبلیاژ از سکته دل جان به جان آفرین سپارید. مردی هنر، مردی اصیل، مردی حلیم و مهربان، انسانیت بلند داشت. مرگی نابهنگام برادری عزیز ما، هنرمندی ورزیده، هنرمندی دوست داشته همه ما و شما، نظیرمد موسی به اهل خانواده خشت و فرزندانشان اظهار تسلیت بیان میکنم. بسیار قلبی بزرگ داشتند که در دوستیگری، در برادری، در مهربانی همتا نداشتند. به همتا بودند. خدا رحمت و مغفرتشون کنه. آخرتشون خدای تعالی آباد گرداند. بسیار با سخنشون، با گفتهشون در سخنشون میستودند و همچون هنرمند به همتا بودند. پیش از رفتن گفته بود که حالم خوب نیست، لیکن من از خرسندی اهمیت ندادم. خدا جان مویا نترسانی؟ نه در تئاتر نه بیرون از تئاتر من نشنیدم که این بچه از سلامتی خودش شکایت کرده باشد. یعنی که یا که گفته باشد که دلم درد دارد یا فشارم بلند است یا قند دارم یا خلاصه که همین با معنی همین کل فدایی بودن این بچه برای من همینش معلوم بود که شب و روز مهنت میکرد. نظیرمد موسی از روزی پدید آمدنش به سینما و تئاتر نقش‌های زیادی بازید. با هنری والا، صدای جذاب و سیمای دلکش در همه صحنه آفریش قلب راغبان هنری اصیل را تسخیر میکرد. ما با سرتون چرمخ شکنن. الان باید من با شما سلام میدیم. شما این ما رو نمیدونید. با جای که با این دختری مردم نصیحت کنی، مادر بار نصیحت کنی، فهمانی زندگی رو فهمانی، لیکن تو چقدر زن هستی که با سایه خودت جمع میکنی. صدقه این نامی همون مادر شوی. راستش نمیدونم چی هم گویم، چون دوست برادر همباز چی در صحنه تئاتر و چی در کینو برای من حال خصوص به نهایت تلفاتی بزرگ است، چون به مثل که نظیرمد من نمیدونم از این پس من با کی همراهی میکنم در صحنه،
با کی باز میکنم. نمیدونم چی گویم. چقدر حرفای نزنم کم است. ببینید در این مدت چندین هنرمندای شناخته از دنیا گذشتن و هیچ باورم نمیاد، تا حال باورم نمیآید که یکی نظیر من با ما دیگر نیستن. خدا رحمتشان کند. خدا رحمتشان کند. ببخشید من دیگر گپ زدن نمیتونم. تو میدونی جوهر انسانگری در نهاد تو نیست. تو میدونی که خیانت چیست. تو میدونی که امانت چیست. تو با امانتی اویل امان خیانت کردی. من فکر میکنم امروز صنعت ما، چه صنعت تئاتر ما، چه صنعت کینوی ما، یکی از نابغه های خود رو از دست داد و این برای تمام ما سینماسازان بسیار ماتم بزرگ است و درباره استاد نظیرمحمد موسویف اگر سالها وقتها اگر درباره خوبی اون کس وصف کنیم من فکر کنم که وقتها کوتاهی میکنن، چون که هر لحظه حیاتشون همون لحظه‌ای که با ما خصوص با ما بودن فقط در لبان اونها خنده بودن. همراه من 5 لایحه فیلم کار کرده است. من همچون کارگردان در اون فیلمو خستگی همون مردک در یگان صحنه فیلم دیده نمیشد. دادا جان نمیگی نکرو چی مونه؟ با تو کدام نام معقول است؟ از من مادرم پرسم. تو به همون مادرت نام مانده نمیتوانی. مادر وات تو جیلی وات تو ملادیس وات تو قازن وات تو جیلی مبارک. یکی از هنرپیشه‌های زیباترین تاجیکستان که با زیبایی خود به سینما و تئاتر تاجیک وارد شد، نظیرمحمد موسویف رو گم کردیم. این نه تنها برای من، نه تنها برای اویلای آنها، در تمام تاجیکستان این یک چیز بسیار سنگین است و مثل یک برق به این زندگی آمد و مثل یک برق این زندگی رو ترک کرد. خدا رحمت کنه تنکای نظیرمحمد موسویف. خدا رحمت کنه دوستی عزیز. خدا رحمت کنه دوستی با وفا. چی بگم؟ 100 دقیقه الوداع نظیرمحمد عزیز. الوداع نظیرمحمد خوشروترین و زیباترین. الوداع. ما از جوانی در مسکو یکجا می‌خواندیم، یکجا کلان شدیم، یکجا در فیلم ها بودیم، از یکدیگر از حال یکدیگر همه وقت میپرسیدیم، میفهمیدیم، از ایجادیات یکدیگر خرسندی میکردیم و از نینی درمی که باز یک شاخ درخت مانند کنده شد، روح شاد باشد. او برای ما همه وقت زنده است. دیگه چیزی شنیده نمیتوانم. زبانم لال گشته است. چی گفتنم نمیدونم. باوریم نمی آید که نظیرمحمد نیست. زیباترینی زیباها، هنرمندی بهترینی تاجیکستان و وطن عزیزم با اون حسن زیبایش
با آن هنری زیبایش به دل همه ما سخت جا گرفته بود. یادت بخیر نظیرمند، باوریم نیست. یادم هست روزی آخرین بنوارگیری فیلم قصر غم بود. ما در یک دهه فیلم بنوار میگرفتیم و اون روز یکم بود ما با نظیرمند در همین فیلم واخوردیم. گرفتیم همون روز نمیدونم برای چی من گوییم چیزا حس میکردم، چی دویم همه گپ در زبانم بود. این روزها غنیمت است، این روزها غنیمت است. ما اینه حس نمیکنیم که ما با یکدیگر غنیمتیم. من نمیدونم برای چی همون روز در دهنم همین گپ بود. نمیدونم این کدام یک حسی بود که من حس میکردم، چی همون روز فقط همین گپا تکرار میکردم. در حقیقت روز آخرین بود که من نظیرمند در همین فیلم در همین بنوارگیری دیده بودم، چون که در تئاتر جوانان من دیگر وی ندیدم. آخرین دیدارم همون روز بنوارگیری بود. آخرین همکاری ما با شادروان نظیرمند موسی در سلسله فیلم قصر غم بود. آرزو میکنیم که چوش رو جنت المأوا گرداند. آمین. آمین. هنرمند خلقی تاجیکستان عنوانی آخرین بود که نظیرمند موسی سزاوار گردیده بود سال 2018. این خیلی هنرمندا از یاد مردم نمیروند هیچگاه. نظیرمند موسی در خاطرات مخلصان و هواداران هنرش به عنوان یک مرد هنر، مرد ایجاد و اعجاز باقی میماند. روحت شاد و خانه آخرتت آباد باشد. هنرمند محبوب دیار